دوستان خوب من سلام. بله، قلب علی گدا افتاده تو جیب عباش. کار نظام بدجوری بیخ پیدا کرده. وضعیت قرمز قرمزه. شبکه تلویزیونی CNN دقایق قبل از آغاز حملات هوایی آمریکا به خاک سوریه خبر داد. حملات به خاک سوریه بامداد امروز در حالی آغاز شده است که سوریه پیشتر به ائتلاف به اصطلاح ضد تروریست داعش درباره هر گونه حمله به خاک سوریه بدون هماهنگی با این کشور هشدار داده بود. وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم در دمشق با اعلام بی‌اعتمادی به ائتلاف در دست تشکیل آمریکا ضد داعش گفت باید بین تلاش‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه 2170 شورای امنیت برای مقابله با تروریست‌های جبهه النصره داعش و نیات پنهانی آمریکا و متحدان این کشور تمایز قائل شد. ولی در معلم افزود بیشتر اعضای این ائتلاف بین‌المللی از کشورهایی هستند که در 3 سال گذشته علیه سوریه توطئه و از تروریست‌های داعش حمایت آموزشی، مالی و تسلیحاتی کردند و این نمایش برای دمشق قابل پذیرش نیست. این جلز و بلزای علی گدا و نوچه های برون مرزیش نشون میده که زلزله‌ای تو راهه و جونورای نظام هم قبل از همه اونو بو کشیدن. واسه خاطر همینه که به هر سوراخ سنبه‌ای از نظام ولایت که سرک بکشی یه ناله‌ای، جیغی، داد و هواری چیزی میشنوی. واقعیت این است ایران که خود پیشرو مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه است، هر گونه همکاری در طرح نمایشی امریکا و حامیان واقعی گروهک داعش را رد کرده است. اگه واقعیت این است، پس اینو چی میگی که آمریکا گفته در جنگ با داعش هیچ هماهنگی با ایران نخواهد کرد؟ همینه که نفس عظما رو قفس کرده، همینه که جیغ همه جونورا رو در آورده، چون میدونن ته این داستان طرف شدن با عمامه ولایت و ریش کوسه است. سابقه این کشورها برای ما روشن است. آنان با ساختار نظام ما مشکل دارند و هر روز بهانه تراشی میکنند. یک روز بحث هسته‌ای، یک روز نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم. این در حالی است که خود اولین سازنده بمب اتم و کاربرنده آن در هیروشیما و ناکازاکی بودند و زاینده تروریسم مانند القاعده، داعش و تکفیری ها هستند تا بتوانند به بهانه آنها حضور خود را در خاور میانه تثبیت کنند و منابع آنان را به تاراج ببرند که البته کور خواندند. وحشت و لرزه رو برم بابا دیگه. باد گروبان گارسیای سیدعلی یعنی فیروزآبادی هم خالی شده و شروع کرده به ناله های گاوی. ما در پی این ائتلاف یک توطئه عظیم را در منطقه می‌بینیم. امروز آمریکا و همپیمانانش حیله‌گرانه قصد ورود دوچندان به منطقه دارند تا به این وسیله سرپنجه‌های خود را در سوریه و عراق فرو کنند. حالا دیگه علی گداه و تونل وحشتی که اون سرش میخوره به جهنم به امامتون بگید آماده استقبال باشه، چون مهموناش تو راهن.